سه تا مرحله. یکی درون رژیم، این 22 بهمن یک نمونه است. این عمل در درون رژیم بود. قبل از اون هم در انتخابات 22 خرداد هم همین عمل در درون رژیم بود. اونجا مردم رفتن بایزن دوباره رأی دادن. این حاکمان رأیشون نخواندن، تقلب کردن و این آقای احمدی نژاد گفتن ایشون رئیس بود. یک محل عملی بیرون رژیم درون ایران، یعنی مستقل از رژیم و مستقل از قدرت‌های خارجی. یک محل عمل هم نه در محدوده قدرت‌های خارجی. این شد محل عمل. برای که یک جنبشی همگانی که مردم ایران در شرکت میکنن پیروز بشود، محدوده رژیم محل مناسبی نیست. برای اینکه در اون محدوده رژیم حاکم است. در اصل ولایت فقیه کسی که در اون محدوده قرار گرفت باید اطاعت کنه، نه مخالفت. وابستگی به قدرت‌های خارجی هم نه پسند مردم ایران است، نه مقبول است، نه ممکن. به لحاظ اینکه مبنای دموکراسی، اساس مردم سالاری، استقلال انسان است در تصمیم و آزادی اوست در انتخاب نوع تصمیم. پس استقلال و آزادی نه اینکه استقلال مال فقط کشور است. هر انسان نیاز دارد به استقلال و نیاز دارد به آزادی. البته هر جامعه هم احتیاج داره به استقلال، برای به این معنا که قدرت خارجی شریک حاکمیت با مردم ایران نیست، چون ولایت مطلقه اونها کمتر از ولایت مطلقه این آقایان نیست. این ولایت مطلقه متکی است به بخش عمده‌اش به روابط باج دادن و باج ستاندن که این رژیم با دنیای خارج برقرار کرده. از پیشنهاد من این است که میدان عمل و عرصه کار عمدی بیرون رژیم و درون ایران باشد. عرض کنم به شما در این محدوده نیست، در این فراخنا به طور عملی ما میباید یک بدیلی رو فکر کنیم که هم حق اختلاف محفوظ بمونه، برای اینکه در دموکراسی اصل از کثرت‌گرایی است که گرایش‌های مختلف، شخصیت‌های مختلف، انسان‌های مختلف بتونن نظرهای خود مختلف خودشون اظهار کنن. هم حق اتحاد رعایت بشود، برای اینکه اونها دموکراسی اشتراک هم داره و اصول راهنمای دموکراسی باید اشتراک کرد تا خود دموکراسی پدید نمیاد. خب بخوایم این دو تا حق رعایت بشود، با توجه به اینکه طی این 30 سال حالا ممکن است در بین بحث کنندگان از خانم و آقایان باشن کسی یا کسانی که اصلا بگویند ما از خیر جبهه گذاشتیم هیچ به درد هیچی نمی‌خوره. هر کس کار خودش ممکن در بحث خواهیم. اما پیشنهاد من این است که بعدی در وضعیت کنونی احتیاج دارد به یک اشتراکی میان گرایش‌های مختلف که در این حال این گرایش‌ها رو محکوم نکنه به یک صدایی. هر گرایشی بتونه نظرگاه‌های خود رو هم اظهار کنه. به طور عملی با توجه به تجربه از دوران مصدقی تا امروز این پیشنهادها به نظر من رسیده که با شما در میان می‌گذارم. تشکیل گروه تدارک از شخصیت‌ها و نمایندگان سازمان‌هایی که آمادگی شرکت در این گروه را دارند. این گروه می‌تواند کار را با بحث آزاد و انتشار مرتب حاصل مباحثات شروع کند. موضوعهای مختلفی هم میتونه موضوع بسیار بحث باشه، مثل فرض کنید تحقق حاکمیت مردم به چه کارهایی، به چه اصولی،
اقتصاد متناسب با دموکراسی چگونه اقتصادی است. عرض کنم به شما این تعادل میان حق اشتراک و اتحاد و حق اختلاف چگونه باید برقرار بشود و فراوان مسائلی از این نوع. حقوق مردم چگونه باید عمل در بیاد، انسان چگونه باید منزلت پیدا کنه و حقوق خودش رو به عمل در بیاره و مسائلی که بخواهیم بگوییم با این نگرابی که ایشون ضرب العجل معین فرمودن سازگار نیست. در داخل کشور بنابر موقعیتی که رژیم ایجاد کرده در دانشگاه‌های مختلف، حتی در دانشکده‌های مختلف میتونیم گروه‌های متعدد برای پیاده همینطور در خارج کشور و این گروه‌ها با توجه به سرکوب و خفقان میباید که باید خود رو با اون شرایط سازگار کنن به ترتیبی که رژیم نتوانه هویت اونها رو شناسایی کنه و اونها بتوانند در جامعه عمل کنند. در بیرون ایران در شهرهای مختلف گروه‌های مختلف میتونن شکل بگیرن، کسانی که با هم همخوانی داره کارشون و میتونن با هم کار کنن، میتونن گروه‌های مختلف تشکیل بدن و اینها با هم ارتباط بگیرن و یک رشته همکاری ها رو به طور عملی آنها شروع کنن. یه دقیقه بعد بله میگن به هر حال این البته مواد دیگرش رسیدن به ماده 3 تا ماده 6 مونده، یعنی این پیشنهاد دنباله دارم ولی چون من نمیخواهم از وقت به من داده شده سوء استفاده کنم به طور یک دقیقه رو صرف میکنم که این گروه هایی که تشکیل میشوند دو کار مقدم است. انجامش که تأمین جریان آزاد اندیشه ها و تأمین جریان آزاد اطلاعات. در وضعیت سانسور کنونی این دو کار ضرورت تمام داره، باید بیرون و درون کشور با هم همکاری کنند تا صدای ایران به جهان برسد و جهانیان در جنبش مردم ایران شرکت کنند. ظاهرا وقت من تمام شد. خیلی تشکر. از کنم که با این ضرب العجل و با این نوعی که بحث شروع شد من کوشش میکنم هر حال خیلی خلاصه لااقل 3 مورد مشخص در ارتباط با این بحث مطرح بکنم. در عین تایید گفتارهای آقای بنی‌صدر در مورد اینکه راه حل در محدوده این نظام نیست و راه حل‌های مشخص عملی برای ایجاد یک اتحاد بزرگ و سرانجام یک بدیل و چند نکته را در این 3 مطلبی که خدمتتون عرض میکنم اضافه میکنم. نکته اول این که این بحران چیست؟ از کجاست؟ بحرانی که باید از آن گذر کرد و به دموکراسی رسید. ماهیت این بحران چیست؟ این بحران در واقع یک بحران ساختاری است. این بحران ناشی از ماهیت این نظام است، ناشی از خصلت سیستم حاکم است. بحران در خود نظام در واقع عامل این بحرانه. بنابراین در درون این نظام راه حلی برای خروج از این بحران نمیتوان جستجو کرد. این درست است که در جریان انتخابات و 8 ماه پس از انتخابات این بحران ابعاد جدیدی به خود گرفت، ولی بحران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و